روزهای 28-29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع به میان آمد که در نتیجه دهان نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند و خانه‌های استقامتی و انشاءات‌های زیاد نیز آسیب دیدند. در این فرصت‌ها موقع‌گیری‌ها و پی‌طلبی‌های شهروندان علاهیده و گروه‌های مخالف حکومت کشور آشکار بود. مخصوصاً محیدین کبیری و هم‌مسلکانش از این فرصت استفاده کرده طبل شادی می‌زدند و در رسانه‌های قرقیزی با پشتیبانی حکومت قرقیز از خود ستاره می‌ساختند. یادتان رود که مردم قرقیز هم جوانمردها دارد. مردم قرقیز هم مردم جسور هست، شجاع هست. ما در این برنامه نظر و اندیشه های ژورنالیستان سرشناس کشور را جمع آوردیم تا واقعیت را به قدر امکان به بیننده خود رسانیم و پرده از روی بعضی افراد برداشته شود. سیاف مزراب سردبیر هفته‌نامه SSR بر آن نظر است که موقعی که در این ماجراها گروه های مخالف کشور گرفتند معنای آن را دارد که حکومت تاجیکستان به معنای تامش مخالف یا اپوزیسیا ندارد. اصولا اون موقع اگر نام گرفته شود اون موقعی که اپوزیسیای حکومت ما گرفته است بار دیگر ثابت می سازد که حکومت اپوزیسیا ندارد. اینها اپوزیسیونر نیستند، اینها خیانتکارند. وقتی که ملت در خطر است، وقتی که دولت در خطر است، وقتی که وطن در خطر است، وقتی که سر هر یک توجیک خطر آویزان است و اینها ضد دولت و ملت برمیخیزند، اینها اپوزیسیا نیستند، اینها رذیلند، اینها خائنند. اینها از تبار همون ملاهای هستند که تیمور ملیک را در خوجند فروخته بودند، خوارزمشاه را در مرکز فروختند، اسماعیل سامانی را با اولادش به محمود سبکتگین فروختند، اینها تسلیم کردند و اینها همون ملاهای هستند که با سوء استفاده از حالت میخواهند که حکومت را نه دولت تاجیکستان را ورشکسته کنند، وطن را بفروشند. برای اینها یگان چیز مقدس نموده است. اینها میگویند که قرقیزها هم مسلمانند، مسلمان با مسلمان جنگ نمیکند. جنگ را کی شروع کرد؟ این زد و خوردی که در بین قرقیزستان و تاجیکستان شد اصلا در سرزمین تاجیکستان شده است و باز هم خود قرقیزها با اصول غریب و پیشخیزی این جنگ را شروع کردند. من به اپوزیسیای تاجیک مخاطب میگویم که اگر قرقیزها مسلمانند و با تاجیکا جنگ کردند این رو میتوانیم ما چشم پوشیم بگویم که خوب چی گپی بود، ولی اونی که 100,000 خانه و در مردم ازبک تبار رو در ولایت آش نزد سرحدی ازبکستان قرقیزها مگر نسوزاندند؟ مگر همین قرقیزها نبودند که هزاران هزار ازبک های بیچاره رو اهالی ملکی رو سوختند، کشتند، زمینشان رو کشیده گرفتند، خانه هایشان رو به زمین یکسان کردند. اگر با تاجیکان یک کار میکردن یک گپی بود، اونها با ازبک ها، با قزاق ها و با تاجیکان از همین زاویه برخوردارند، از زاویه زور و قتل و کشتار. امروز من از حکومت قرقیزستان احترامانه خواهش میکنم که چرا در همان شب و روزی که تاشیوف قمچیبک ملت قرقیز را بر ضد تاجیکان و به جنگ تحریک میداد از این گفته های او جلو نگرفتند؟ چرا تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خلق تاجیک را با خلق دیگر، با خلق قرقیزش را با خلق تاجیک جنگ انداخت و خودش گریخته اروپا و زادروز پسرش رفت؟ یعنی که برای تاشیوف و تاشیوف بر اینها منفیت قرقیز وجود ندارد، منفیت تاجیک وجود ندارد، منفیت دولتی وجود ندارد. اون منفیت یک پسر خود را بر روی 16 میلیون اهالی تاجیکستان و قرقیزستان ترجیح داد.
راستی در این میان و چند شب و روزی که میبایست هر نفر و گروه سیاسی که خود را تاجیک و تاجیکستانی میدانست از منفعت‌های ملی حرف زند، پیدا شدند آنهایی که از این فرصت استفاده کردند و جانب تاجیکستان و حکومت کنونی سنگ ملامت و کینه ریزند. قرینسا علیزاده بر این نظر است که این حادثه که شده گذشت برای گروه‌های معین فرصت مناسب بود برای بار دیگر نمایش دادن چهره اصلی خود. اصلا برای یک گروه معین این نه تنها فرصت طلب بود، این بسیار پیتی موافق بود که یک بار دیگر آشکارا هدف‌های خودشان اینجا پیاده کردنی شدن و حتی به شرمانه خیلی برآمد میکردن که گویا که اختیاری دولت در دست آنهاست یا که مردم از پشت آنهاست. خب درباره اون نفرهای الهیده‌ای که مثلا با کانال خود با صحیفه خود چیزی گفتن من هیچی نمیگم چون که اونها شخصای انفرادی هستند، ولی وقتی که گروهایی که خود را سیاسی مینامند و در اپوزیسیون حکومت هستند و امروز از نام یک دولت برآمد میکنن، من وقتی که تماشا کردم در حیرت افتادم که ما با دولت کرگزستان جنگ اعلام نکرده بودیم. ما حقی چنین اعلامیه ها، چنین تصمیم گیری ها، چنین از نام مردم سخن گفتن ها رو نداریم، چون که کنستیتوسیون تنها به یک نفر حق داده است که از نام خلق تاجیکستان یا مردم تاجیکستان سخن گوید که نه پرزیدنت کشور است. اما من ندیدم که پرزیدنت کشور چیزی در این مورد گفته باشد که چی کرد و با چی باید کرد. ولی کی با مثلا یک نفری که حقی چنین گفته ها رو ندارد حقوق داده است که از نام تاجیکستانیان، از نام مردم، از نام دولت، از نام کشور حرف بزنن و اونم حرفی که هیچ به منفعت ملت تاجیک نیست. مگر همین گونه آدم ها نمیتونن گفت که اینا تاجیکن یا تاجیکستانیان یا وطن دوستن یا امروز دلشان درد کرده است که همین گپ افتاد. یعنی پشت هر یک سخن، پشت هر یک جمله هدف و اونم هدفی که به منفعت ملت نیست. چرا مخالفین در این دوره حساس باز هم میخواهند اوضاع کشور را متشنج گردانند؟ هدف آنها چیست؟ بختیار همدموف، سردبیر نشریه منبر خلق و همزمان رئیس شورای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان میگوید وقتی که اینا با سوزو گداز درباره قضیه تاجیکستان و قرقیزستان حرف میزنند چشمشون میدرخشد. اینا نیز مثل اون طایفه که در قرقیزستان هستند و همیشه در آرزوی تبادل بودند، در هیچگاه منفعت‌های ملی رو از منفعت‌های گروهی خودشون بالا نمیگذارند. اینا امروز روشات حکومت جمهوری تاجیکستان رو تنقید کرده ایستادند با وجود اینکه مردم زیدی حکومت متحد شده است و اون جسارتی که از جانب حکومت قابل دولت در مورد دفاع خاک وطن صورت گرفت و اینا خوش نمیگذارد. اینا و بیشتر با مردم قرقیز مواجهت کرده از ولای ما شکایت میکنن، از مردم تاجیکی بسیار خنده‌آور است. پاسخ دیگری دندانشکن را به این گروه نفران خورشید عطاالله، دیرکتور مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان داد. او این فرصت طلبی و پیجویی با نام مخالفان حکومت را خلاف تمام ارزش‌های انسانی می‌شمارد. حوادث وارخ چهره اصلی بسیار نفران را نشان داد. از جمله بعضی نفرانی به قول بیکفنان بی‌وطن و من فکر میکنم در این فرصت حساس که گپ در سر قسمتی تاجیکستان بود در خارجه نشستن و در قطار دشمنان ایستادن و ضد تاجیکستان صدا بلند کردن، این برابر خیانت به وطن است. این عملی که اون نفران انجام دادند خیانت نابخشیدنی است و در طول تاریخ این حادثه را ما زیاد دیدیم. اما
این عمل آنها نه تنها چهره اصلی آنها را نشان داد، بلکه اون نفرانی که گویا به آنها اعتقاد داشتند، به آنها باور داشتند، آنها را یک بار دیگر اطمینان داد که اینها بجز از خائن وطن کسی دیگر نیستند. آنها از مصیبت تاجیکستان برای خود میخوان خالی سیاسی گیرند. آنها در این فرصت نازک رفته در سایت های قرقیزی، استوری سایت های قرقیزی شدند. هر زمان از سایت های قرقیزی زیر تاجیکستان صدا بلند میکردند. البته این همه به خاطر منصب و کرسی و آبرو گرفتن، خالی سیاسی گرفتن است. ولی وقتی این چیز نسبت شخص علاقیدنی، نسبت خودی یک ملت، یک دولت صورت میگیرد، این خیانت به همون آب و خاک است. فکر میکنم این را باید در تاجیکستان فراموش نکنند و بین دوست و دشمن فرق بذارند. چون در این میان فعالیت ژورنالیستان تاجیک نیز چندین مراتبه به چالش کشیده شد، ما از همصحبتان خویش دایر این مسئله هم پرسان شدند. دلیر مرگانوف، معاون سردبیر روزنامه صدای مردم میگوید که در این ماجراها ژورنالیستان وطن دوست ما رسالت کسبی خود را به طور باید اجرا کردند. اصلا این موضوع، یعنی نزاعی که در منطقه نزد سرحدی شهر اسفرا و ولایت بادکنک جمهوری قرقیزستان به عمل آمد، بسیار یک موضوع حساس بود و از اون که تو چه اندازه در واسطه اخبار عامه، از اون جمله واسطه اخبار عامه کشور ما این مسئله انعکاس شد، این مسئله است که با اون از چند زاویه باید منظر کنیم و مناقشه مذکور هرچند که بعضی جنگ ارزیابی میکنند، این مناقشه است اصلا از روی مقرراتی که وابسته به این مسئله موجود است. مناقشه مذکور بار دیگر ثابت کرد که نه همه ژورنالیستان توان و هوسمندی در همین مورد چیز اینشون نمودن دارند. یعنی از روزهای اول ما شاهدی آن بودیم که ژورنالیستانی که واقعا هم به معنای تامش وطن دوستان، وابسته از اون که در کدام مسند کار میکنند، اونو از روزهای اول مثلا بنیاد فعال بودند، با زبانهای تاجیکی و انگلیسی حتی مقاله‌شون را ترجمه کردند، پستاشون را مثلا در فیسبوک کشتند و این گروهی اول هستند که به اندیشه این جانب توانستند رسالت کسبی خودشون را در سطح خوب صفتی بلند به سامان رسانند و محض به شرافت همین قبیل ژورنالیستان مردمی کشور از روند حادثه ها با در نظر داشتی منفعت های ملی و دولتی، یعنی از جانب تاجیکستان یعنی آگاهی پیدا کردند، چون که اکثر موارد در شبکه های مجازی، یعنی در فضای اینترنت، دیزینفورماسیا و یا اینفورماسیا از جانب فیک ها، یعنی که معمول است پخش شدنش و ما شاهد آن حال بودیم. مثلا در موردی از خسته غرض فرار کردن ساکنانش، در موردی از جانب نیروهای قرقیز یعنی ضبط شدن یکی از دیدبانگاه‌های سرحدی ما، یعنی که به اصطلاح فیک ها این خبر پخش کردن و هدف این هنگام برانگیزی است، ترس‌افکنی است و خوشبختانه زحمتی همان ژورنالیستانی که من قید کردم، یعنی ژورنالیستانی که به معنای تامش وطن دوست هستند، زمینه فراهم آورد که در قبال فیک ها ما ایستادگی کنیم، یعنی به اصطلاح آنها را خنثی کنیم. حادثه آخر بار دیگر ثابت ساخت که ملت ما متحد و سرجم است. هزاران نفر شهرمردان غیور وطن از تمام مناطق کشور جمع آمده در پهلوی سرور دولت و هموطنان آسیب دیده قامت راست نموده بهر حمایه مرز و بام صدا بلند کردند و رهسپار منطقه های مرزی شمال کشور شدند. آن ثابت ساخت که خائنان زرخرید وطن که همیشه از دوره ها مسئله مرز را پیش آورده حکومت کشور را تحقیر می نمودند، مهر خاموشی بلد زده از آشکار شدن باز یک خیانت خود انگشت پشیمانی گزند. ما شاهد آن گردیدیم که از سرور دولت سر کرده تا مقامداران و شهروندان در مدت چند شبانه روز در کارگاه و مرزها بیدارخوابی کشیده پیوسته وضع را نظارت نمودند.